درود تماشابینان محترم. امروز در سامانه ما دکتری ویروس شناس ایرانی تبار آمریکایی جناب آرش علوی تشریف دارند. خوش آمدید جناب آرش. کرونا ویروس چون وبای عصر همه مردم جهان را به تشویش آورده است. وضع در آمریکا چگونه است؟ تشکر میکنم از دعوت شما. سلام بر شما و بینندگان محترمتان. خیلی خوشبختم که این فرصت دارم که بتونم معلوماتی که دارم با شنوندگان و بینندگان عزیز در میان بگذارم. ببینید، همونجوری که مطلع هستید، ویروس کرونا از ایالت ووهان چین شروع شد پیدایشش و به خاطر پهن‌شوی سریع و تیزی که دارد الان از طرف سازمان جهانی بهداشت به عنوان همهگیری جهانی اعلام شده است. وقتی که سازمان جهانی بهداشت همهگیری جهانی را اعلام می کنند، یعنی اینکه هیچ کشوری در دنیا نمیتواند مصون باشد از ورود ویروس. در آمریکا اولین گزارش هایی که شد در ایالت واشنگتن، در شمال و غرب آمریکا گزارش شد و بعد آهسته آهسته شهرهایی مثل شیکاگو، نیویورک، لس آنجلس هم اعلام کردند که بیماری وجود داره و از طرف ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک موضوع ملی عاجلوی رسما اعلام شد و الان ایالت‌ها دارن سخت میکوشند که بیماری رو پهن شدنش را کنترل کنند. چگونه میتوان این بیماری را کنترل کرد؟ ببینید، بر اساس هر کشور اینفراستراکتور، زیر ساخت هایی که دارد و نیروی انسانی و متخصص و لابراتوارها، مراکز سلامتی طبی، برنامه ها باید فرق کند. باید اولین کاری که می شود این است که در آن کشور یا ولایت یا ایالت بررسی بشود چه امکاناتی وجود دارد. ما میدانیم که ویروس کرونا از طریق راه تنفسی میاد بیرون و منتقل می شود. پس هوا و هر نوع ترشحات از دهان می تواند بیماری را پهن کند و انتقال بدهد به دیگری و از انسانی به انسان دیگر منتقل بشود. این از لحاظ فرد به فرد. و چون ویروس خیلی تیز پهن می شود، باید بدانیم که چطور می شود در جمعیت های کلان، در اهالی آن ویروس را کنترل کرد. مهمترین موضوع این است که مردم بدانند که هیچ دولت جهان، یگان دولت در دنیا پیدا نمی شود بدون کمک مردم بتواند ویروس را کنترل کند. چرا؟ برای اینکه مردم باید بدانند که رعایت کنند گگنی شخصی را، دستهاشون را باید بشورند. اگر سرفه میزنند باید سرفه را در دستمال هایی که یک کرته یک بار استفاده می شود و آن را بندازند در بسته های مخصوص. از دست دادن به همدیگر جلوگیری کنند. از سرچاق هایی که به صورت عمومی استفاده می شود استفاده نکنند تا اینکه دولت ها فرصت پیدا کند، وزارت های تندرستی، دولت ها در بالیتسه ها اگر کسانی که بیمار شده باشند خدمات رسانی کنند. پس مهم یکم که بخواد چطوری بیماری پهن نشود، چه در آمریکا و چه در هر جای دنیا، کمک مردم به دولت است. با آگاهی، دولت و رسانه ها مثل شما آگاهی دادن به مردم است که چه کار کنیم نگیریم، ولی خود مردم هم باید حرکت کنند که نگیرند این بیماری را. خوشبختانه ما میدانیم راه سرایتش چیست. راه گزارش بیماری کاملا شناخته شده است. متاسفانه چون بیماری نو است، بیماری 2 ماه است پدید آمده است، ندانسته های ما هم زیاد است. پس ما باید یک زمانی را طی کنیم که این بیماری جلوی پهن شدنش را بگیریم تا علم به جایی برسد که واکسن، امگذرانی یا تبابت قطعی پوره را پیدا کند. تا پیدا کردن تبابت قطعی شاید وقت زیادی گذرد، اما در این مدت این بیماری می تواند مردم زیادی را به هلاکت رساند. چی باید کرد؟ مطالعاتی که در خطای و سایر کشورها هست نشان دهنده این است که 1 تا 2% کسانی که مبتلا می شوند خطر فوت دارد. پس درست است که ما نگرانیم و متاسفیم که این یک بیماری است که قابلیت کشندگی دارد،
ولی از یک موضوع دیگر خرسندیم که در انیق‌های جهانی که شده است بیشتر از 1 تا 2 فائز فوت نمی کنند و آن فوتی ها بیشتر در کسانی هستند که سن بالای 60 سال دارند و یا بیماری های کرونیکی مانند بیماری های دل، بیماری های گپاتیت در آنها بیشتر دیده شده است و سن میانه و کودکان درست است که بیماری را میگیرند ولی فوت و شدت بیماری در آنها کمتر بوده است. شما گفتید که اغلب کسانی از این بیماری میفهمند که عمرشان از 60 سپری شده باشد. چرا محض آدمانی 39 سالی از 60 بالا آسیب پذیر هستند؟ نه گرفتار، فوت در آنها. چرا؟ ببینید تمام سنها بیمار میتوانند بشوند، از کودک میده تا کلانسالترین آدم میتواند بیمار بشود، ولی فوت در افراد بالای 60 سال و کسانی که بیماری های کرونیکی دارند بیشتر دیده می شود. چرا؟ پیشفرض است، پیشگویی می شود به خاطر اینکه بیماری های کرونیکی و سن بالا ایمونیتیشان شاید کمتر باشد نسبت به این بیماری و 2 ما میدانیم که ویروس کرونا در ششها تأثیر می کند و باعث نارسایی شدید شش می دهد. در کلانسالها به خاطر مسائلی مانند سیگار کشیدن یا آلودگی های هوا باعث می شود که ششهای اینها آمادگی ناراحتی و بیماری بیشتری داشته باشد. به این پیش‌فرض میگن، ولی نیاز هست که زمان بگذرد که دقیق معلوم بشود چرا کودکان فوت نمی کنند. ولی نکته‌ای که باید شنوندگان و بینندگان بدانند که کودک‌ها هم می توانند بگیرند ولی پهن می کنند، ولی فوت در آنها کمتر است. چرا؟ این را ناشناخته است. ما معلوماتی که از ویروس کرونا داریم خیلی کمتر از چیزهایی است که نمیدانیم، به خاطر اینکه این بیماری فقط حدود 2 ماه است شناخته شده است. سبب چیست که ابتدای خروج این بیماری در امریکا فیصدی هفتگان نسبت به دیگر کشورها بیشتر بود؟ ببینید در کشوری مثل ایران هم این زیاد بود. یعنی در ایران هم شما نگاه کنید اول فوتی ها آمد. این به خاطر کمکاری دولت ها بود. ببینید در کشوری مثل ایران یا در امریکا دولت هوشیار نبود، اول شوخی گرفت، اهمیت نداد به این موضوع. به این سبب بود که نتوانستند تشخیص کنند، که زود تشخیص کنند جلوگیری کنند از فوت. اول مردم گرفتن فوت کردند، از فوتی ها فهمیدند که بیمار دارند. این در ایران پیش آمد. یعنی ایران اولین گزارشی که داد 2 مورد فوت بود در قم، هنوز هیچ کس را تشخیص نکرده بود به خاطر اینکه شوخی گرفته بود. ولی در ایران یا در آمریکا با توجه به زیرساخت‌های کلانی که دارند ما می‌بینیم که در ایران پنجشوی تمام کشور است و فوت بالا، و در آمریکا اعلام عاجلوی ملی شد به خاطر سهلنگاری و جدی نگرفتن بیماری در اون 2 کشور. در این 2 کشور. بله. و در خیلی کشورهای دیگه هم بوده است، منتها این 2 کشور نمودش هست. خبر انتشار گشته است که عالمان آمریکا دوای کرونا ویروس را پیدا کردند. این گفته حقیقت دارد؟ ببینید ویروس کرونا ویروسی است که از لحاظ علمی بهش میگن ویروس آرنا یا ارنکه در لفظ تاجیکی. ماهیت ویروس شناخته شده است. ما ویروس کرونا را قریب 40 سال است میشناسیم. این ویروسی است که در حیواناتی که شیر میدهند، سینه مکانی میکنند یا پرندگان دیده شده بود. فقط برای حیوانات بود. در سال 2002 اولین بار بود که این ویروس از حیوانات به انسان منتقل شد و در انسان بیماری ایجاد کرد که بیماری سارس بود. آن هم باز از همین چین یا خطای آمد. و بعد از آن بیماری مرس به وجود آمد که از عربستان سعودی و مصر بهش میگفتن ویروس خاورمیانه‌ای یا مرس، اون دومین نمودش بود. و این کرونایی که به نام کووید 19 شناخته می شود این 3مین نمودش است. پس علم از ویروس شناخت کامل داشت، منتها نمود ویروس تغییر کرد که بیماریزایی نو ایجاد کند. حالا در چین به خاطر فوت زیاد و در کشورهای اروپایی مثل ایتالیا به خاطر فوت آمدن گفتن ببینیم آیا
می شود از داروهایی که ما پیشترک تشخیص کرده بودیم و علم ثابت کرده بود در ویروس های دیگر تأثیر گذار است، می شود استفاده کرد برای این ویروس نو. آمدن انیق کردن، مطالعه کردن بعضی داروهای ویچ مثل لاپیوناویر، رتیوناویر، بعضی داروهای گپاتیت مثل ریباویرین، داروهای بیماری مالاریا مثل کلوراکین و دارویی که برای ایبولا به وجود آمده بود را استفاده کردن برای انیق کنی که ببینن آیا ثمرناک هست یا نه. و حالا مطالعات نشان میدهد بعضی از آن ترکیب ها میتواند ثمرناک باشد که فوت را کم کند. ولی تا امروز آن دارویی که یگانه باشد برای این بیماری هنوز به دست نیامده است. شما گفتید که هنگام نفس کشیدن ویروس به دیگران سرایت میکند. این ویروس چند دقیقه در هوای تازه زنده میماند؟ ببینید، گفتم هم نفس کشیدن، برای اینکه وقتی ما نفس میکشیم ترشحات دهانی هم میآید بیرون. نفس کشیدن، آب بینی، آب دهان، اینا همه میتواند آلوده کننده باشد. حالا این که میآید بیرون در هوا، آخرین مطالعه‌ای که 2 روز پیش نشان دادن میانه به طور میانه است. ببینید هیچ کدام از این عددها 100% نیست، میانه است با توجه به مطالعه 2 ماهه‌ای که ما داریم از ویروس. در مجله لانست آخرین گزارشی که دادن در هوا قریب 3 تا 4 ساعت می‌ایستد. لیکن این قطرات میتواند در روی دست، در روی پول، در روی سطح بماند. تا چند روز میتواند تا 1 تا 2 روز بماند. پس مهم بودن این موضوع این است که ما فقط بسنده به هوا نکنیم، دست ها را ما میگیم مرتب بشورید و اگر میخواهید سرفه‌ای بزند یا آبریزش بینی دارد از بینی، باید با دستمال های 1 کرته استفاده کند. به خاطر اون است که چون میتواند تا 1 تا 2 روز هم بیرون بماند، ولی در فضای آزاد انیقش میانش 3 تا 4 ساعت. در لباس چی؟ در لباس میتواند بشیند. برای این همون 12 ساعت تا 16 ساعت میتواند بشیند. به خاطر این است که در بیمارستان ها یا مکان هایی که به بیماران خدمت رسانی میکنند باید تمام سر و صورت و بدن پوشیده باشد. ما بدانیم ویروس از طریق تنفسی، یعنی از دهان میتواند وارد شود، خارج شود، لیکن از چشم هم میتواند ویروس وارد شود. به این سبب است که در نگاه کنید اگر به فیلم هایی که پخش می شود در بیمارستان ها، آنها تمام صورت را می پوشانند. لیکن حالا ببینیم برای مردم چه کار کنیم. مردم چه کار باید بکنند؟ مردم اولین نکته‌ای که باید بدانند این است که وحشت نکنند. مردم آرامش داشته باشند. درست است که ویروس 1 تا 2% مرگ می دهد، ولی می دانیم قطعی است 85% کسانی که بیماری میگیرند یگان نمیخواهد بروند بیمارستان. همون در خانهش بایستد، در اتاق خودش بایستد، دستها را بشورد، پنجره ها، تریزه ها را باز کند، هوا بچرخد، خودش ماسک بزند. خود کسی که بیمار است 85% همون جور خوب میشود. میماند 15% باقی. 15% باقی 10% احتمال دارد علامتهاش بیشتر بشود. چه علامت هایی را ما میبینیم؟ یکم سرفه کردن خشک، یعنی سرفه‌ای که بلغم ندارد. دوم حرارت بدن بلند میشود و سوم تنفس هم کوتاه میشود هم تیز میشود. این 3 علامت را اگر کسی داشت، آیا 100% ویروس کرونا دارد؟ نه. این علامت ها اختصاصی ویروس کرونا نیست. میتواند فرد آنفولانزا هم داشته باشد. پس اگر کسی این 3 علامت را داشت، گمانبر میشویم. حالا که گمانبر شدیم، این باید در یک اتاق جداگانه ایزوله بشود، قرنطینه بشود، حتما ماسک بزند. کسانی که به او نزدیک میخواهند بشوند کمتر نزدیک بشوند، کنتکتاش، ارتباطاتش کمتر بشود تا اینکه این 2 هفته بگذرد. اگر تنفسش، نارسایی تنفس، نفس کشیدنش تیزتر شد و حرارتش بلند شد، آن موقع است که فرد باید برود به بالیتسه یا بیمارستان مراجعه کند. 5% فقط افراد نیاز هست بروند بیمارستان و همانطور که گفتم 1% یا 2% فوت میکنند. پس حدود 95% افراد
85% که اصلا میتوانند با علامت خفیف باشند، 10% دیگه هم با علامت شدید در خانه میتوانند کار زندگیشون رو بکنند و این کمک میکند که مردم باعث نشود که دچار تشویش و نگرانی بشود. در خیلی از کشورها ما دیدیم تشویش مردم خودش مشکل آفرین شده است. چرا؟ چون مردم فکر نمی کنند که این ویروس وقتی که شما جمع می شوید در یک جا می تواند پهن شود. وقتی که نگران می شوید نمیدانید معلومات درست چیست که چه کار بکنید که پیشگیری کنید و یا اینکه اگر فرد بیمار شده است چطور جلوگیری کند از فوت و مشکلات بیشتر. پس یکم مردم نگران نباشند، آرامش داشته باشند. میگویند که در حرارت 26 درجه گرمی ویروس میمیرد. این اساس دارد؟ ببینید بعضی چیزها در علم پزشکی در لابراتوار عمیق می شود و باید این بیاید در عالم واقعی ببینیم چیست. گمانی که میبرند در لابراتوار وقتی شبیه سازی کردن دیدن که حرارت که میرود بالا وقتی که ویروس در هوای آزاد است یا سنگین میشود به نزدیک به سطح میرسد باعث میشود تنفسی انتقال نمییابد یا میمیرد. این در لابراتوار تشکیل شده است. ما این مطالعه را در عالم واقعیت نداریم. برای این است که گمانی که برده می شود مثل مانند بیماری سارس، آنجایی که هوا می رود بالا گفتم می تواند در فضای آزاد 3 ساعت، این 3 ساعت می تواند 2 ساعت 1 ساعت چند مینوس باشد. ولی مهم این است که فقط به ساعت ربط ندارد، به تعداد ویروس هم ربط دارد. وقتی این تعداد ویروس در اون فضای اطراف کم می شود قدرت پهن‌شوی بیماری هم کم می شود. پس الان دانشمندان منتظرند که در عالم واقعیت ببینند. به خاطر اینکه گمانه های دیگر هم داریم. اون گمانه ها چیست؟ مثلا عربستان سعودی اعلام کرد بیماری داریم. خب از لحاظ حرارت عربستان سعودی یک جای گرم و خشک است. کنارش ایتالیا هم داریم که یک جای مرطوب است. برای این است ما هنوز به صورت پوره و قطعی نمیدانیم در محیط واقعی چه می شود. مهمترین کار این است که چه ویروس وابسته به حرارت هوا بود چه نبود مردم رعایت گگنی را کنند. نمونه خوبش کره جنوبی است. ببینید کره جنوبی دوم کشور بود بعد از چین از تعداد مرگ و میر، فوتی ها و کسانی که بیمار شدند، ولی با اقدام خوبی که شهروندان کمک کردند به سیستم سلامتی الان ما میبینیم کره جنوبی دارد میرود به سمتی که پهن‌شوی را کنترل کند مانند خطای. در چین و کره جنوبی با کدام راه پهن‌شوی ویروس را بازداشتند؟ در چین مهمترین موضوعش این بود که مشکل اول چین این بود که چند هفته کتمان کرد، چند هفته اعلام نکرد که این بیماری را دارد و اون باعث شد که خود خطای هم دچار مشکل بشود به خاطر پهن‌شوی. ولی به محض اینکه فهمیدند که بیماری نیست و اعلام کردند، قرنطینه کردند ووهان را. قرنطینه کردن ووهان باعث شد که رفت و آمدها وقتی کمتر شد سرعت پهن‌شوی را کم کردند. دوم رفتن در دسترس قرار دادن آزمایش ها و قرنطینه کردن درون ووهان. و سوم آمدن با اعلامی که کردن کمک های جهانی، داروواری و دانشمندایی که دعوت شدن مدل های ایجاد کردن که هم فکر مردم، معلومات مردم بالا برود، هم تجهیزات لازمی را که باید برای تبابت و پیشگیری از فوت بود در آنجا گذاشتند. و حالا میبینیم که دومین روزی است که خطای میگه که رشد پهن‌شوی بیماری را کنترل کرده است. این یک موفقیت. در کره جنوبی مدل فرق داشت. ببینید از لحاظ ساختار حکومتی هم فرق دارند. در کره جنوبی به خاطر کانستیتوشنی که دارند و آزادی‌های مدنی افراد نمیتوانند دیسکریمینیت و قرنطینه کردن را ببرند جلو. برای این است که آزاد گذاشتن. لیکن از یک طرف دیگر کار کردن، آمدن معلومات مردم را بردن بالا، گفتن شما اگر این علامت را دارید واهمه نداشته باشید، ما در تمام این محلاتی که شما هستید امکانات داریم برای شما، اگر علامت پیدا کردید بیایید از این مکانها کمک بگیرید، یا با تلفن یا با از طریق اگر شما نگاه کنید تجمع مردم نیست، خود یک فرد می رود در یک پایگاه سلامتی اونجا خدمت بهش میدن. دسترس کردن مواد را، دسترس کردن داروواری و پیشگیری را و تانستند که کنترل کنند. مدل کره جنوبی یک مدل نمونه است. اگر ایمونیتت شخص بلند باشد او می تواند بدون مراجعت به دکتر این بیماری را پس سر کند؟
نه وابسته به ایمونیتی، برای اینکه مردم خودشان نمیدونن کی ایمونیتیش پست است کی قوی است. هر کسی اگر سرفه داشت، اگر حرارت بدنش بلند بود و اگر تنفسش کمی دچار مشکل شده بود، نگران نباشد که برود بالیسه، همون در خانهش بماند، خودش را از دیگران تماساش را کم کند و ببیند در روزهای آینده چه می شود. اگر تعداد تنفسش، نفس کشیدنش در یک مینوت خیلی زیاد شد یا حرارت بدنش خیلی زیاد شد، آنجا است که باید برود به بالیسه. به خاطر همین است میگم که 85% در همان خانه، نه وابسته به این که چه مکانیزمی بدنش دارد، خوب می شود. چه غذایی باید استعمال کرد که روند صحتیابی با سرعت باشد؟ بهترین چیز این است که همان رژیم خوراکی که میخورد ادامه دهد، یعنی خوراک مخصوصی برای این بیماری نیست. متاسفانه در بسیاری از وبسایت ها که علمی نیست، صحبت هایی می شود که قابل قبول علم نیست. در کشورهای دیگر ما میبینیم یکی میگه که سیر بخورید، یکی دیگر میگه آن را بخورید، این را بخورید. هیچ کدام از خوراک ها باعث بهتر نمودن بیماری نمی شوند. پس مردم تشویش نداشته باشند. داروواری هایی هم که میگیم برای کسانی است که در بالیتسه دچار نارسایی تنفسی شدند، یعنی نیاز نیست که هر کسی کرونا گرفت دارو بخورد، چون 85% خود ایمونیتی بدن او را از بین میبرد. پس هیچ گونه خوراکی مشکل نیست، هر خوراکی خواستند بخورند. آب زیادتر بنوشند بهتر است. میوه بخورند بهتر است. این نه وابسته به کرونا است. میوه کمک میکند به سیستم ایمونیتی، ولی اختصاصاً چه خوراک اختصاصی؟ هیچ خوراک اختصاصی ندارد. میگویند که شراب و اسپند مرگ کرونا ویروس هستند. این حقیقت دارد؟ این هم یکی از اون چیزهایی است که ببینید، اگر نگاه کنید در گزارش‌هایی که از ایران آمده بود، حدود 50 نفر به خاطر خوردن الکل فوت کردند. این چه باوری است؟ این باور اشتباه است. در بعضی وبسایت‌ها گفته است که شما اگر الکل بنوشید ویروس را از بین میبرد. این کاملا اشتباه است. چرا؟ چون ویروس در سیستم تنفس است. ویروس وقتی در سیستم تنفس است، اصلا هیچ الکلی، هیچ شرابی به او دسترسی پیدا نمی کند. 1. 2. شراب و الکل به هیچ عنوان خاصیت از بین برندگی ویروس را ندارند، چون شراب الکلش 14% است، پیوه یا آبجو الکلش 5% است و ودکا یا شاهانه 45 تا 55 است. هیچ کدام از اینها نمیتواند ویروس را از بین ببرد. پس این یک باور کاملا اشتباه است و مردم نباید بروند الکل بخورند برای پیشگیری یا تبابت کرونا. الکل نوشیدن زیاد باعث می شود که ایمونیتی بدن کم شود و آنها بیشتر در معرض خطر قرار بگیرند. پس این یک باور کاملا اشتباه است. نه اسفند و نه باقی دودها هیچ گونه تحقیق علمی برای از بین بردن ویروس کرونا نداریم. باید مردم باوری کنند به گزارش‌ها و معلوماتی که از وزارت تندرستی میاد. استدعای من، خواهش من، التماس من از مردم این است که مطالبی را بخوانند که از مجلات، روزنامه‌هایی که مورد قبول وزارت تندرستی هست معلومات بگیرند. نرند از وبسایت هایی که افرادی که معلوم نیست از لحاظ علمی چه سطحی بودند نوشتند. باورهای مردم بر اسفند یک باور قدیمی هست، ولی این که این اسفند بتواند جلوی ویروس کرونا را بگیرد نه. اگر نگرانند بهترین کار این است که پنجره تریزه ها را باز کنند و بذارند هوا به چرخش بیفتد. اگر با همین شدت کرونا ویروس پهن شود و دوای آن را پیدا نکنند، جامعه جهانی را چه انتظار خواهد بود؟ همین حاضر هم جامعه جهانی دچار مشکلات شده است. ببینید، مشکلات فقط مرگ و میر یکیش. دوم، از لحاظ اقتصادی مردم سر کار نمیرن. الان در ایالتی که من زندگی میکنم، ایالت نیویورک، تمام رستوران ها، تمام مکتب ها، تمام اجتماعات، مسابقات ورزشی همه تعطیل است. اینها آدم ها بیکار شدند. پس فقط مسئله سلامتی نیست، این مسئله اقتصادی، اجتماعی، سلامتی با هم است و این برای دنیا یک فاجعه است که
مدت‌ها طول می‌کشد که از همین امروز بخواد برگردد به جای خودش. اگر بیشتر طول بکشد مسلماً این فاجعه بیشتر خواهد شد. نظری وجود دارد که این ویروس کاری لابراتوری کشوری است که نام آن ذکر نمی شود. ببینید، من در ساحه ویچ هم حدود 22 سال کار میکنم. اون زمانی که ویروس نارسایی مسئولیت بدن به پیدا شده بود، میگفتن که این ساخته لابراتوار هاست، اینها ویروس ناشناسی نبوده است، ویروس شناخته شده بوده است، در حیوان بوده است، 2 بار بیماری ایجاد کرده و این بار 3 است. متاسفانه بعضی کشورها کمکاری های خودشان را به گردن بیگانگان میندازند. دولت ها، مقامات علمی این ویروس را میشناسند، قبلا هم دیدن. بهتر این است که بپردازند به کاری که کمک کنند به مردم که این مردم سلامت بمانند. این صحبت ها هیچ گونه پایگاه علمی ندارد. ویروس اگر از لابراتوار آمده بود بیرون، خود چین و خطای خودش میدانست که چیکار باید بکند، برود کی را بگیرد. هیچ گونه گزارشی ما از چین نداریم که نشان بده ویروس ساخته دست بشر است. به خاطر این مهم است که ما بپردازیم به اون قسمت چطور از این تهدید جهانی. نکته مهم این است الان یک تهدید جهانی است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است تمام جهان درگیر است. از این تهدید یک فرصت ایجاد کنیم که تمام خلق‌های جهان دست به دست هم بدن، تجربیاتشان به همدیگه بدن. الان الگوی تاجیکستان میتواند بهترین الگو باشد برای کشور همزبان ایران. ایران بیاد یاد بگیرد از تاجیکستان چیکار کرد که اونها نکردن که اون همه بیمار کشته شد. آمریکا بیاد یاد بگیرد از تاجیکستان یاد بگیرد از کره جنوبی. الان یک فرصت است برای دانشمندان، دولت‌ها و مردم که دست به دست هم بدن، یک مشکل جهانی و مرگ آفرین را کنترل کنند. این یک فرصت است که تهدید را به فرصت تبدیل کنند. میگویند که این ویروس از کورشپرک پیدا شده است. آیا این درست است؟ بیشتر میگم در پرندگان و حیواناتی که سینه مکانی میکنند بوده است و انیق کردند یک نوع واسطه‌ای که یک سخت پوست است که اون واسطه شده است بین انسان و حیوان و به بیماری را داده است. آنهایی که در خانه سگ و گربه دارند چی باید کنند؟ سوال بسیار مهمی کردید که خیلی از اهالی سگ و گربه در خانه نگه می‌دارند. هیچ گونه گزارشی که حیوانات خانگی باعث انتقال بیماری شده باشد یا پنجشوی یا گزارش نداریم. برای این است که توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت و توصیه اداره کنترل بیماری‌های آمریکا این است که اگر حیوان خانگی دارید مشکلی نیست، لیکن اگر بیمار شده اید شما محافظت کنید هم از خودتان، هم از آدم‌ها، هم از حیوانات.